کسی سال کمک نکرده؟ نه من خودم بچه خیلی کوچیکن، من خودم خریشون رو میدم، نمیذارم خودشون هم کار کنم. 37 خیلی ممنون. نمیشه 500 دیگه بزنی؟ من پامم فلجه نکن خانم. خب دیگه من نمیدونم، فقط روی این راه میرم. خب شما که پاتون داره من پاپا نمیتونم تکون. چه نیازی که حالا بخواید کمک کنید؟ خب من بچه خودتون یکی باید بهتون کمک کنه، میخواید به بقیه هم کمک کنید. وا خانم خره کردی، پول منو بزن به حسابم. شما زنگ بزن. زنگ بزن 110 بیاد. بزن 105. قشنگ هست. یو سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. لذت ببرید، سال نوتون مبارک و اینکه توی سال جدید یه سبک خفنی استارت کردیم. امیدوارم که لذت ببرید. بچه‌ها این سبک واقعا هم هزینه بره، از سمت سوژه‌ها بگیر، رنت و ماشین بگیر، کلی داستانا. فقط به عشق خودتونه، عشق بدید، حمایت یادتون نره. این ویدیو هم بد جور بمبه. کلا کالکشنای این چنل، این ویدیوها که داره میخواد منتشر بشه خیلی خفنه. و اینکه توی کامنت ها 500,000 تومان جایزه داریم. بین 2 نفر قرعه‌کشی میشه. توی این اینستاگرام استوری میذارم، قرعه‌کشی میکنم، آیدیش هم میاد این بالا. همین دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بزنید سراغ ویدیو. سلام خانم. خوب هستین؟ سلامتین؟ زنده باشین. خانم یه چیزی من می‌خواستم بدید، تشریف میارین؟ یه چیزی می‌خواستم من بهتون بگم، واقعا روم نمیشه بهتون بگم. آره تو چشمم، مثلا تو چشمم روم نمیشه نگاه کنم. نمیدونم بگم میتونید شما یه کمکی من بکنید؟ آره. راستیتش من به بچه‌ها، خب یکم بچه‌هایی که چیز میکنن من زیر دست منن، خب و من اینجا پولاشون من خودم خرجشون رو میدم. خب اگه که اوکی هستین، خب یه مبلغی رو برای من بزنین، خیلی ممنونتون میشم. هر چقدر که در لطفتون باشه من اوکی. نه تیپم برای بچه های اینجا برام خریدن، خونه های اینجا برای من خریداری کردن، دستشون در نکنه. اگه اوکی باشین من یه مبلغ کمک کنین، چون حالا بچه های دیگه مثلا گشنه هستن. هر چقدر که در میتونید کمک کنید من اوکی. خیلی ممنون. آره شماره کارت خانم دارم بیارم؟ هر چقدر دوست داشتین. خیلی من 20 نفر رو هندل میکنم. یعنی کسی سال کمک نکرده؟ نه من خودم بچه خیلی کوچیکن، من خودم خریشون رو میدم، نمیذارم خودشون هم کار کنم. 37 66 بقیه‌اش رو یادم نیست. 67 99 81 36 85 46 95. یک اوکیه. خیلی ممنون. 100 میزنی من اسنپ بگیرم برم پیش بچه ها؟ اسنپ؟ کمکت میکنم استایل اینطوری بزنی؟ تاکسی میگیرم. 100 بدم. من بچه ها رو میخوام ببرم یه جا دیگه، جای پسر پناه ندارم. 100 حالا برای سگ چونه میزنی؟ خیلی ممنون. خب اوکی. این لباس ها رو همین بچه های اینجا این بالا شهر دیگه برای من میخرم. خب چرا کمک نمیکنن همونا؟ خب کمک میکنن، خب شما هم روش. خب باشه اوکیه. خیلی ممنون. نمیشه 500 دیگه بزنی؟ آقای محترم خب دیگه شما گفتید کمک، من پامم فلج نکن خانم.
خب دیگه اصلا نمیدونم، فقط روی این راه میرم. خب شما که پاتون بره من پاو نمیتونم تکون. چه نیازی که حالا بخواید کمک کنید؟ خب من بچه خودتون که باید بهتون کمک کنه، باید میخواید به بقیه هم کمک کنید. با آقا خانم خره کردی، پول منو بزن به حسابم. شما همین الان به من گفتی کمک، ولی چی من گفتم خانم؟ یعنی چی؟ خانم یه تومن یه نفر داره، من الان با همین الان پول منو بزن به حسابم. یعنی چی آقا؟ من شیشه رو میکشم پای شما صحبت. نه همین الان پول منو بزن. خانم یه تومن زدی به سگ بزنی قهرش میگیره خانم. همین الان یه تومن الان پوله. آقا اینجا من پول ندارم، من نمیدونم لکنت دارم. لکنتت خوب شد؟ بله خانم من اصلا شما رو نمیشناسم، لطفاً مزاحم نشید. من مزاحم بله. من که راهمو داشتم میرفتم آقای محترم. خانم شما الان من قرار کاری دارم، خانم خودش بیزنس. قرار کاری هم داری؟ بله من کارم خانم همین. شما که لباس تنتونم از بقیه چیز گرفت. خانم این بیزنس، من این ماشین چجوری خریدم؟ همین جوری دیگه بفهمم، مزاحم نشید. الان شما پول اسنپ منو بدید. نه خودم میخوام برسونم. نه آقای محترم. خب خدا خانم الان نکنید این بیزنس، من شغلم اینه. من الان این کارو نکنم این ماشین از کجا بیاد؟ حروم خوری؟ نه خانم حروم خور نیست. حروم خوره دیگه، من دارم راه. نه خانم من دارم راه. آقا یعنی چی؟ خانم من این پول مبلغ به خیریه ادعا میکنم. نه من به روی این حساب که بخوام کمک کنم. خانم من شیشه رو من میکشم پایین. اصلا نه پول منو بزن به حساب. خانم من شیشه رو میکشم پایین، باهاتون صحبت. حاجی ناموسن حمایت. خانم انگار شما نمیری نه؟ خانم یه تومن جلوی سگ بندازی قبل میکنه. خب سر یه تومن من دلم برات سوخت اینجوری لکنت زبونی. آفرین خب بسوزه دیگه خانم. من میخوام کمک این خانم شما بنز میخوای؟ شما دوست داری بنز داشته باشی؟ اصلا بحث بنز خانم آقا شما دوست داری بنز داشته باشی؟ آره بنز تو میدی آفرین. نه شغل منو میتونی انتخاب کنی، همینو پیش بری. ان شاء الله بنزتم تو 6 ماه 300 با خیلی جمع و جور میکشی رو. کارتون گدایی کردنه. با گدایی خانم نیا کن الان من دوره بخوام بفروشم این چیزا رو یاد بدم خدا 5 میلیون میگیره. شما یه تومن دادی من راهش هم نشونتون دادم، مزاحم نشید. آقای محترم پول منو بزنید به حسابم. خانم پول منو بزنید به حسابم آقای محترم. خب صبر کن خانم صبر کن. چقدر بود پولتون؟ 100 زدم، یک 100 زدم، گفتیم 500 دیگه هم بزنید. یه از فاصله میگیری خانم. من خجالت میکشم. یکم فاصله بگیر. خانم یعنی شما برو نیستی؟ خانم الان چند زدی؟ من الان میدونم. الان اینو میبینی؟ الان اورجه 2 تومن پولش. اینو بگیر پوستش برو خدا. یعنی چی؟ خانم 2 تومن پولشه دیگه. خانم پول منو بزن سری پول منو بزن. نه دیگه برو خانم مزاحم. لطفاً خانم مزاحمت ایجاد نکن. من چند بار به شما بگم مزاحمت ایجاد نکن. ببخشید من مزاحمتون شدم. ببخشید پولتون رو کشیدم بالا. خانم من پول شما کشیدم بالا. مدرک بیار. مدرک بیار ثابت. یعنی چی مدرک بیار؟ آقا مدرک بیار. من یه تومن دادم دیگه. من برم کار دارم. خانم پیش دوست دخترم. دوست دخترم داری؟ آره بله. از بچهای کارم؟ نه اصلا. من می‌خواستیم غذا بخریم برامون. نه من خانم برای دوست دخترم بله بله. بالاخره خرج خانم بالاخره سخت دلار 95 تومنه دیگه. من پول بنزین ماشین از کجا باید در بیارم؟ شما رو دوست دختر سو بگیرن نمیدونم چه جوری. میخوای شمارهشو بهت بدم؟ پول چیز خورده. شمارهشو بدم. 940 بزن. 940 خودش میدونه من این کارم. 940 خب. چلو مرغ چلو گوش خداحافظ. چلو مرغ چلو گوش یعنی چی؟ خانم بارو دیگه مزاحم نشه دیگه. چلو گوش شمارهشو بده من. خانم زنگ بزن 110 اصلا میدونم میتونی شما آره زنگ بزن. زنگ بزن 110 بیاد. بزن 105. بزن. زنگ بزن. آقای محترم پول منو بزنید به حساب من راهمو بکشم برم. خب خانم نگاه کن این برو نگاه کن. خب نگاه کن. خب اون از نگاه کن. دوری نه دورینمون اونجا مسخره. آره الان من مبلغم براتون کارت میکنم اصلا نگران چی زنده. یک همینجا یه لایک نشون بدید به دورین ما.
آره اوکی این بخشه. بله. حالا من مبلغتونم انتقال میدم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.